وقتی فرهنگ در مکان نفس می کشد، فرهنگ همیشه از جای آغاز می شود، از خاکی که انسان در آن چشم باز می کند، از کوچه هایی که در آن راه می رود و از خاطراتی که در ذهن و دلش ریشه می دواند. این روایت همان پیوند عمیق است، پیوند میان انسان و مکان، میان خاطره و وطن. سلام همراهان گرامی، امیدوارم به صدای خاطرات توجه کنید. از نشر صداها در این کانال لذت ببرید. در این برنامه از خاطرات به یاد ماندنی فرهنگ وطن دوستی مردم هزاره در مرکز افغانستان بشنوید. اهالی قریه خواجه نکپای وقتی از کسانی یاد می کردند که از بیرون از کشور برای آبادی قریه هایشان کمک کرده بودند، آنها را مسافران می نامیدند. واژه ساده اما پر از معنا در دل این کلمه امید بازگشت نهفته است. بازگشت به جایی که انسان به آن تعلق دارد. زنان قریه هنگام کارهای جمعی پیش از هر چیز از این مسافران تشکر می‌کردند. در ترانه ها سلامتی برایشان آرزو می‌داشتند و از دلتنگی، از دوری و از درد طبیعی می‌گفتند. برای آنها مسافر کسی نبود که رفته و دیگر باز نگردد، بلکه کسی بود که دلش هنوز در همان خاک می‌تپد. وطن برای این مردم فقط یک نقطه روی نقشه نیست. وطن یعنی جایی که خاطرات در آن شکل گرفته، تجربه در آن زیست شده و هویت در آن معنا پیدا کرده است. همانطور که گفته شده، فرهنگ در مکان‌ها ریشه می‌گیرد. این جمله بازتاب زندگی مردمانی است که با سرزمینشان پیوند عمیق دارند، پیوندی که فراتر از مرزهای سیاسی و تعریف‌های رسمی است. اما این پیوند همیشه در امنیت نیست. از دست دادن زمین، چی به دلیل خشکسالی‌ها، چی به دلیل مهاجرت، چی فشارهای بیرون میتواند به معنای از دست رفتن بخشی از فرهنگ باشد. این همان نگرانی است که سالهاست در دل بسیاری از جوامع محلی زنده است. در هزارجات این نگرانی به شکل دیگری خود را نشان می‌دهد. ترس از خشک شدن زمین‌ها، از بین رفتن زراعت و خالی شدن قریه‌ها. در چنین شرایطی مردم دست به اقدام جمعی می‌زنند، نه فقط برای زنده ماندن، بلکه برای حفظ ریشه‌هایشان. تابستان 2023 در قریه قادی در شرق جاغوری حدودی 50 زن و مرد زیر سایه درختان جمع شدند. تصمیم گرفتند بند بسازد تا آب را مدیریت کنند. یکی از زنان آرام گفت: اگر آب تمام شود مجبور به مهاجرت خواهیم شد، اما کجا برویم؟ او دستبند طلایش را بیرون کرد و برای ساخت بند اهدا نمود. 2 زن دیگر نیز همین کار را کردند. این فقط یک کمک مالی نبود، این نشانه از تعهد به ماندن بود، نشانه از مقاومت در برابر فراموش شدن. در همان روز مردم نام کمک کننده ها را یادداشت می کرد و چند زن و مرد سالمند نان سنتی هزارگی را پیش از توزیع در برابر بیل مکانیکی خورد کردند. لحظه نمادین میان سنت و آینده برقرار می شد. این صحنه فقط روایت یک قریه نیست،
این تصویر زندگی مردمانی است در جاغوری، دایکندی، آرزگان، بهسود و دیگر نقاط افغانستان، مردمانی که با دستان خود با امید و با خاطرات سرزمینشان را زنده نگه می‌دارند. آنها به خوبی می‌دانند که اگر این مکان‌ها خالی شود، اگر خاطره‌ای در آن زنده نماند، حتی ممکن است روزی نامشان هم از نقشه پاک شود. اما تا زمانی که این پیوند زنده است، تا زمانی که کسی هنوز آنجا را وطن صدا می‌زنند، فرهنگ نیز زنده خواهد ماند. خاطرات ماندگار صدای به یاد ماندنی است، صدای مردمانی که هنوز به بازگشت، به ماندن، به ساختن باور دارند، صدای از دل خاک در دل آب و از دل انسان‌هایی که فرهنگشان را در مکان زنده می‌کند. فرهنگ بازسازی در هزارجات افغانستان ثبت خاطرات شد. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم.